در ولسوالی قلعه‌زال عملیات تصفیه نیروهای مشترک افغان جریان دارد. مسئولان فرقه 20 پامیر در ولایت کندز میگویند که هنوز هم عملیات تصفیه نیروهای مشترک افغان در ولسوالی قلعه‌زال این ولایت جریان دارد. تورن جنرال محمد کټوازی، قماندان قوه اردوی 209 شاهین در شمال کشور که به هدف بررسی وضعیت امنیتی کندز به این ولایت آمده بود، میگوید که نیروهای تازه نفس به کندز رسیده و برخی ساحاتی که در ولسوالی های قلعه‌زال و دشتیرچی این ولایت از دست رفتند دوباره تصرف خواهند کرد. آقای کټوازی در خصوص وضع امنیتی کندز به رادیو آزادی چنین گفت: زه د کندز شریف خلکو ته دا وعده ورکوم چې دفاعي او امنیتي قوتونه ستاسو سره ولاړ دي، ستاسو په ساتنه کې دي او سل په سل تاسو مطمئن اوسئ خپل ژوند ته په ډېر ارام او سلامیزه ډول باندې ادامه ورکړئ. موږ ستاسو په دفاع کې ولاړ یو. قماندان قوه اردوی 209 شاهین به اهالی ولایت کندز اطمینان می‌دهد که بدون کدام نگرانی به زندگی و کار و فعالیت‌هایشان ادامه بدهند، چون نیروهای دولتی در برابر هر نوع تحرکات طالبان مسلح آمادگی کامل دارند. از جانب دیگر مسئولان فرقه 20 پامیر میگویند که در جریان حملات هوایی و زمینی نیروهای دولتی در ولسوالی‌های قلعه‌زال و دشتیرچی این ولایت بیش از 40 تن طالبان مسلح کشته و زخمی شده‌اند. در عین زمان جنرال محمد قاسم جنگلباغ، قماندان امنیتی ولایت کندز در خط مقدم جبهه به رسانه‌ها گفت که نیروهای مشترک افغان با یک مورال قوی در برابر مخالفان مسلح حکومت می‌جنگند و به زودی ولسوالی قلعه‌زال را از حضور عناصر ضد دولتی تصفیه می‌نمایند. خوب است، ما مشاهده می‌کنیم که تمام قطعات دولتی و دفاعی وجود خود داره. دشمنان افغانستان دیروز یک حمله بسیار خوب انجام دادن که الحمدلله با شکست بسیار قوی مواجه شدن و با مقاومت قوی صورت گرفت. تلفاتشون بیشتر بود، در حدود 48 نفر تلفات داشتن، کشته و زخمیشون با جا ماند. دیگر نیروی امنیتی 4 نفر ما زخمی داریم، یک نفر شهید. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند، میگوید که تا هنوز مرکز ولسوالی قلعه‌زال در تسلط طالبان مسلح قرار دارد و افزون بر آن برخی ساحات ولسوالی دشتیرچی را نیز تصرف کردند و ادعا دارد که در این درگیری‌ها به نیروهای افغان تلفات نیز وارد کرده اند. اما مسئولان محلی کندز این ادعای طالبان مسلح را رد میکنند. بر اساس منابع مردمی که از اثر این درگیری ها از ولسوالی قلعه‌زال صدها خانواده نیز بیجا شده اند. هرچند مسئولان محلی کندز میگویند که دولت مرکزی و اداره محلی این ولایت در خصوص پاکسازی کندز از وجود طالبان مسلح مصمم هستند، اما باشندگان کندز میگویند که دیگر به این حرفهای تکراری مقامات مرکزی و مسئولان محلی این ولایت باور ندارند که گویا به زودی تمام ساحات کندز از وجود طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی می شود، اما این وعده ها تا هنوز در عمل پیاده نشده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.